سلام، من اومدم با آموزش زیبای فرنچ روی کار زیبا. این کاری هم که می‌بینید آموزشش رو براتون گرفتم که ساختمانش توسط بابل انجام شده و افزایش قدش توسط قالب پلیشه. خب بریم بابت شروع آموزشمون. برای زدن فرنچ روی ناخن‌های مربع و گلدونی میتونیم از این تکنیک استفاده کنیم. مرکز ناخنمون رو اول مشخص می‌کنیم. خیلی موقع خیلی ریز طرف ناخنمون رو از قسمت کوچیک تا لبه آزاد به دو قسمت تقسیم می‌کنیم و همین کار رو برای طرف دیگه انجام میدیم. از اونجا که من فرنچ کشیده رو بسیار میپسندم، اگه میخوام ناخنتون کشیده و زیباتر دیده بشه بهتره که پای فرنچتون رو بلندتر بگیریم. خب من معمولا فرنچم رو پایش رو تا دقیقا نقطه‌ای که مشخص کردم، یعنی نصف از کل سطح ناخنم تا اونجا میکشم. میایم سراغ لبه آزادمون. لبه آزاد رو هر طرف رو به 3 قسمت تقسیم میکنم. به این صورت میام از لبه آزاد، از قسمتی که برای پایه فرنچم مشخص کردم، میکشم به اولین نقطه‌ای که مشخص کردم. خب این مدل فرنچ کمک میکنه که در این حال قطر فرنچتون باریکه ولی پایه‌های بلند و بسیار کشیده خواهد داشت. خب یه پیشنهاد میکنم همیشه برای مشتریتون، برای اینکه زیاد مشتری متوجه این تکنیک‌های ما نمیشه، براش انگشت انجام بدین. اگه مورد تاییدش بود بقیه انگشتا رو براش بزنید. خب من پایه‌های فرنچم مشخص کردم، میخوام قطر فرنچم مشخص کنم. میام از قسمت جایی که پایه مشخص کردم، پایه فرنچم قراره باشه در سایفل سمت راست، میام لبه آزادم رو به 3 قسمت مجددا تقسیم میکنم. خب همیشه قطر فرنچتون هر چقدر میخواد بشه یک مقداری باریک‌تر بگیرید، چون زمانی که دارین فرنچ رو گرد میکنید خودش خود به خود پهن‌تر میشه. اینو مد نظرتون حتما قرار بدید. من از مقداری که میخوام یه مقداری فرنچم رو میخوام باریک‌تر پهناش رو مشخص کنم. خب به این صورت میریم که داخل اینها رو پر کنید. این کارو میتونید با یه قلم با مول پرتر انجام بدید. خب به این صورت میام داخل قسمت خطوطی که مشخص کردم رو پر می‌کنم. فقط خانم‌های خوشگل دقت داشته باشین، اگه فرنچتون رو با پینژر میزنین حتما سعی کنین لاله‌هایی که دارین پر می‌کنین بسیار نازک باشه. اصلا ضخامت ندین به هیچ عنوان، چون خوش نمیشه، پینژر غلیظه و به راحتی خوش نمیشه و باعث میشه فرنچتون بر بیاد. و پیشنهاد من به شما باز هم موقع فرنچ زدن حتما از پینژر استفاده کنید. به هیچ عنوان لاژل نزنین، چون بسیار رقیق هست و احتمال لب‌تر شدن و خراب شدنش مخصوصا برای مشتریایی که خیلی کار می‌کنن خیلی بالاست. خب به این صورت داخل خطوطی که مشخص کردیم رو پر می‌کنیم. تو این مرحله کاری که باید بکنیم اینه که این گوشه ها رو کاملا گرد کنیم تا خط لبخندمون در بیاد. به این صورت خب همین کار رو به اون سمت هم انجام میدیم. به این صورت همونجوری که دقت کردین دیدین که یک مقدار فرنچ من از اندازه که مشخص کردم پهن‌تر شد. از این بابت که بهتون میگم حتما یه مقداری از پهنی که میخواین شما باریک‌تر بگیرین، چون زمانی که دارین گرد میکنین و خط لبخندتون درست میشه یک مقداری ناخودآگاه پهن‌تر میشه. به همین راحتی ما یه فرنچ زیبا زدیم. فقط دقت داشته باشین که به هیچ عنوان لبه آزاد بسته نشه. اگه احیانا طی مراحل لبه آزاد بسته شد حتما پایان کار یه سوهان دستی خیلی ریز داشته باشین.